با این آپدیت گوگل جمینای فکر میکنم دیگه همه فتوشاپ کارا از کار بیکار بشن. سلام، من صدرام و اینجا نوراست. امروز اومدیم تا آپدیت جدید گوگل رو بررسی کنیم. سرویسی که اول به اسم نانو به نانو معرفی شد کلی سر صدا کرد و صرفاً یه پلن تبلیغاتی گوگل بود که بیشتر سر صدا کنه. شاید مثلا اگه از همون روز اول اینو رو جمینای معرفی میکرد به این اندازه سر صدا نمیکرد. خود نانو به نانو رو اول نشون میدم سایتشو و بعدش میریم سراغ جمینای که خود قابلیتایی که گوگل دونه دونه لیست کرده رو با هم ببینیم که کدومشون دقیقاً به چه دردمون میخورن. پس بیایید با ما همراه باشید. این سایت نانو به نانو چیزی که اول اومده بود، یعنی وقتی که معرفی شده بود و کلی هم سر صدا کرد و احتمالاً کلی ویدیو هم دربارش دیدید، گوگل هنوز گردن نگرفته بودتش و همه متعجب بودن از شاتایی که نشون میده، تغییراتی که انجام میده. و بعد یه مدت گوگل اومد گردن گرفت و اضافه کرد به جمینای. حتی الان یه آیکون موز هم کنارش گذاشته که نشون بده اون واسه من بوده و پلن خوبی بود دیگه. واقعا خیلی بیشتر از چیزی که شاید در حالت عادی معرفی می‌کرد الان بولد شد توی ترندهای هوش مصنوعی. من خود سایت گوگل رو آوردم که اینجا نشون بدم دقیقاً خود گوگل چه ادعاهایی میکنه و میگه من چیا درست کردم با نانو به نانو یا همون جمینای 2.5 فلش. من دونه استوب میکنم و میگم که دقیقاً چی. حالا میریم داخل سایت گوگل که ببینید خود گوگل میگه که من با این سرویس جدیدم چه چیزایی درست کردم و دونه دونه بررسیشون میکنیم، نکات جذابی که داره میگیم و گیر و گورهایی دارم که بهش اشاره میکنیم. گوگل سرویس‌های جدیدش معرفی میکنه، همه سرویس‌های هوش مصنوعی هستن، میتونید بگردید ببینید دقیقاً چه قابلیت‌هایی داره. من الان این جمینای 2.5 فلشه که این قابلیت‌ها رو داره. الان این عکسی که به عنوان نمونه گذاشتم چند تا ویژگی داره. این تصویر اینپوته که دستا به این صورته و چهره معلوم نیست. نکته مهم تصویر اوتپوت اینه که چهره معلومه. یعنی این اومده نانو به نانو، حالا هر چی اسمشو میذارید، چهره رو خودش جنریت کرده، ساخته چهره رو با همون دیتیلی که داره و دستا رو هم به سمت بالا آورده. من بقیه نمونه‌ها رو نشونتون میدم با هم دیگه ببینیمشون. نمونه بعدی که گوگل برای ما اینجا گذاشته اینه. میبینید همینطور اینپوت و اوتپوت. پرامپتش هم اینه که تمام رنگ‌های آبی رو به سبز تبدیل کن و نکته مهم اینه که این نیومده هرچی آبی با هر طیف مختلفی بود به یه نوع سبز تبدیل کنه. مثلا اینجا یه طیف خاصی آبیه، این طرف هم یه طیف خاصی سبز داریم. اینجا آبی با یه پترن خاصیه، اینجا هم سبز با یه پترن خاصی. سایه افتاده، همشون دقیق در آورده و خب اینا الان خیلی عجیبه و شاید با فتوشاپ هیچ کسی نتونه همچین کارو کنه، حتی بتونه هم کلی زمان ببره. اینجا این نمونه دیگر رو ببینید، این چهره رو داده و همچین خروجی گرفته و میگم با فتوشاپ حق انجام همچین کاری شاید واقعا ساعت‌ها روزها زمان ببره. تصویر بعدی که میبینید یه تایمی از روز رو نشون داده و گفته تایمشو عوض کن. یعنی اینجا غروب آفتابه، گفته اینو به ظهر رو تبدیلش کن و خب نتیجه فوق‌العاده است. واقعا تغییراتی رو ابرا داده و همه جا تاثیرشو میبینید. اینجاها هم اثرشو دارید میبینید و حتی اینجا متن رو هم عوض کرده. ما قبلا نداشتیم تو سرویس همچین چیزی. میبینید خودتون دیگه همه چی رو ثابت نگه داشته. توی چت جی پی تی اینا هیچ همچین کاری نمیتونید کنید. من حسم اینه که تو چت جی پی تی یه عکس میدی، مثلا میگی متن فلان جاشو عوض کن، این میاد اول این عکس رو تبدیل به یه پرامپت میکنه. اون پرامپت اون جایی که شما گفتید تغییر بده تغییر میده، دوباره همون پرامپت رو میسازه. به خاطر همینه وقتی یه چهره رو میسازید مثلا میگی اینجاشو تغییر بده، دیگه مثل قبل نیست، چهره خیلی متفاوته و این بزرگترین مشکل چت جی پی تیه که الان اینجا حل شده و تقریبا همه مدل‌ها، نه فقط هم چت جی پی تی. این فوق‌العاده است واقعا. شاید بین همه اینایی که دیدین قوی‌ترینشون این باشه. یه چهره داده و گفته این چهره رو در حال ساخت مجسمه جنریتش کن. حالا خیلی واژه‌های مختلف استفاده می‌کنن دیگه امروز، ولی الان گفته اینو جنریت کن و جزئیات واقعی بودنش متعجب میکنه آدمو واقعا. همچین چیزایی هم قابل ساختن دیگه، یه ذره تم سینمایی تر داره و خب خیلی جذابه. یعنی واقعا من میگم اگه کسی با فتوشاپ کار کرده باشه، وارد باشه، متوجه میشه که ساخت همچین چیزی چقدر ممکنه زمان ببره، روزها، ساعتها. ولی خب الان اینجا خیلی راحت ما داریمش. نکته بعدی که داره اینجا همچین چیزیه برای بازی سازها و کاراکتر سازها و انیمیشن سازها. یه دونه اینپوت میدی، تو حالتهای مختلف اینو ازش میگیری. مثلا میتونی بگی یه پاشو بیار جلو، یه پاشو بذار عقب، دستشو بیار بالا و دیگه از شر نقاشی کشیدن و طراحی دیجیتال خلاص میشید. این خب خیلی فوق العاده است. اینجا تو حالتهای مختلف اینو برای ما درست کرده.
من بقیه‌شون رو نشونتون بدم. برای بازیسازها ساختن یه سمپل یا هر چیز دیگه‌ای میتونه کمک کنه، یا حتی ساخت چیزای نوستالژی الان اینجا خیلی به درد میخوره. همون نمونه‌ای که دیدیم در حال مثلا برای کارهای تبلیغاتی اینا میتونه مفید باشه خیلی. همچین چیزایی که مثلا من چهرهمو بدم بگم مثلا من در حال ساختن مجسمه، در حال نونوایی، در حال آشپزی قرار بده و حالا همه اینا رو بگیرم و خود سرویس فلو گوگل تبدیل به فیلم 8 ثانیه 16 ثانیه کنم که به زودی ویدیوی اون هم میخوایم بذاریم و 0 تا 100 یه ویدیو تبلیغاتی رو با صرفا با هوش مصنوعی. این قابلیتش هم قابلیتی که به تازگی خیلی سر و صدا کرده واقعا و کاربردیه. 2 تا عکس میدی، 2 تا چهره میدی، میگی اینها رو کنار هم دیگه قرار بده و خب خروجی حیرت آوره. پرامپتش هم میبینید این پایینش نوشته و یه دونه وایل ایتس اسنو گذاشته، کلا فضا رو تغییر داده و خب این واقعا جذابه دیگه. اینا رو هم که دیدیم. همچین چیزهایی رو هم با استایل های مختلف همین شخصیت ساخته، با مدل موی مختلف، با لباس مختلف. حالا میریم الان امتحان میکنیم همه اینا رو نشونتون میدم، ولی خب شگفت آوره همچین توانایی. اینجا هم میبینید الان باز یه نمونه دیگه از این پایینتر هست و اینم واقعا جذابه. همچین چیزی توی حالت نوری مختلف با رنگ‌های موی مختلف. پرامپتر هم پایین میبینید دیگه، خودتون میتونید ببینیدشون. خب من میام پایینتر. همچین چیزی رو خیلی دقیق، خیلی با جزئیات این دوتا رو به عنوان اینپوت داده و اینا آوتپوت گرفته. شما این تیکر دقت کنید، این حبابی که این رو هست رفله دست مخاطب بازیگر رو داروندی و اینا خیلی خفن و جذاب دیگه. ما نداشتیم واقعا قبلا همچین چیزایی. من بقیه نمونه ها رو نشونتون میدم. به شدت طبیعیه، صرفا با یه ذره پرامپت، صرفا نوشته ریمیکس دیس تو ایمیج، با این همین پرامپت اومده کلی عکس خفن ساخته. خروجی ها رو ببینید. من میگم تقریبا شاید ساخت همچین چیزی با فتوشاپ یا نقاشی دیجیتالی غیر ممکن باشه که اینجا ساخته میشه. اینجا باز همون قضیه رفله که گفتم این دوتا رو داده و توی حباب ها رفله بک‌گراند رو میبینید. این خیلی جذابه، قبلا هیچ کدومشون همچین دقتی نداشتن. حالا با ما همراه باشید، من چند تا دیگه نمونه نشونتون میدم، بعد میریم سراغ اینکه چجوری میتونید از این سرویس استفاده کنید. نکته مهم اینه که این سرویس الان تقریبا به صورت رایگان هم در دسترس همه هست و همه میتونن ازش استفاده کنن. پس با ما همراه باشید. من بین نمونه ها گشتم، یه نمونه حیرت انگیز دیگه هم دیدم، میام نشونتون بدم، بریم سراغ بقیه موارد. این عکس اینپوت ماست و این عکس آوتپوت ماست و خیلی دقیق اومده بقیه چهره رو بر اساس اون نسبه‌ای که داشته بازسازی کرده. الان اینجا شما گوشواره رو ببینید، نارنجی سایه افتاده روش، خیلی با دقت، فوق العاده است واقعا این مدل. شما فکر نمی‌کنم جای قبلا همچین چیزایی دیده باشید. اینا هم قبلا نشونتون دادم و اینم نکته مهمشه، بازسازی تصاویر قدیمی. اندازه‌گیری همچین کارهایی با فتوشاپ پدر آدمو در میاره. چندین ساعت باید بشینی دونه دونه رنگا رو تنظیم کنی، روتوش کنی، جابجا کنی تصویر رو، ولی خب الان با یه پرامپت خیلی ساده، ریستور دیس فوتو، خیلی ساده، یعنی لازم نیست که حتی پرامپت مفصل هم بنویسید. خودتون اونها ببینید، من صرفا رد میشم، شما میتونید ببینید و متحیر بشید. میرسیم به یک قابلیت جذاب دیگه، روایت کردن یه داستان. اومده این عکس رو داده به عنوان اینپوت و یه پرامپت داده که توش یه داستان خیلی کوتاه رو توصیف کرده. حالا با توجه به اون داستان کوتاه، این هوش مصنوعی اومده 8 تا فریم از این داستان رو رسم کرده و خب فوق العاده است نتیجه دیگه. میبینید حالا الان میتونید داستان رو هم متوجه بشید که چه اتفاقی داره میفته و خب اینا خیلی جذابه، یعنی به انیمیشن سازی خیلی میتونه در آینده کمک کنه. بقیه نمونه ها رو میتونید ببینید دیگه. الان بر اساس داستانی که بوده، تاریخ داستان، اینا رو اومده سیاه‌سفید کرده و خیلی خوب سیاه‌سفید کرده. این هم همچین نمونه فکر کنم استایل جیمینی باید باشه. حالا اینجا اومده مقایسه کرده با چت جی پی تی 4 رو، ایمیجین 4 اوتراک مدل قبلی خود گوگل و فلوکس و مدل قبلی تر خود گوگل. حالا چجوری میتونیم دسترسی داشته باشیم؟ یه روش دسترسی همین سایت نانو بناناست که فقط 2 تا کردیت داره. در واقع یه دونه عکس میتونید باهاش جنریت کنید که تقریبا عملا یعنی هیچ.
روش دیگه خود جمینای که باید نسخه پروشو داشته باشید، یا جمینای API که یعنی باز خریدنیه، یا گوگل AI استودیو. من اینجا از گوگل AI استودیو استفاده کردم که تعداد خیلی زیادی به ما توکن میده. من الان کلی چند روز استفاده کردم، هنوز خیلی هم استفاده نشد و هنوز میتونم استفاده کنم. من این عکس خودم رو بهش دادم و این پرامپت رو از چت جی پی تی گرفتم، منو به حالت ایستاده در آورده. میبینید نتیجه رو، فوق العاده است. یعنی چهره همون چهره است، لباس همون لباس، جزئیات اومد در آورده. مثلا من اینجاشون نشسته بودم، حد زده که احتمالاً پایین پیرن من چروک میشه و اینجا رو چروک کرده و همه چی رو دقیق در آورده و منو اینجا در حالت ایستاده کشید. حالا من پرامپت دادم که لباس من تغییر بده به لباس آبی روشن، لایت بلو شرت. میبینید با دقت واقعا فوق‌العاده این کار رو هم انجام داده. میبینید خودتون دیگه، استایل لباس همونه، یعنی همچنان اینجا چروک، فقط رنگ رو عوض کرده و بقیه چیزا رو ثابت نگه داشته و این خیلی خوبه، چیزی که ما قبلا نداشتیم. حالا این عکس رو دادم با یه پرامپت که اینو روشونه من قرار بده. خودتون میبینید واقعا همه سایه ها رو درست در آورده. خیلی جذابه واسه خود من این قابلیتش و خب فوق العاده است. حالا اینجا من گفتم منو کنار یه ورزشکار قرار بده. من کنار ورزشکار قرار داده، حتی یه ذره بدن من رو هم چارچوب‌تر کرده احساس میکنم. خیلی دقت خوبی داره، چون من تو محیط ورزشی داره قرار میده، پس این کارو کرده. یه ایده دیگه هم که میتونید ازش استفاده کنید اینه که عکس خودتون رو بدید با یه حالت نورپردازی خاصی و یه عکس مناسب پروفایل دریافت کنید ازش. یعنی از چت جی پی تی اول یه پرامپت بگیرید که اینو مناسب پروفایل کن، این پرامپت رو بیاد بدید، عکس رو هم بدید و یه عکس خیلی خفن واسه پروفایلتون داشته باشید. کلی قابلیت خفن داره. الان دیگه واقعا میشه استفاده واقعی کرد ازشون، نه صرفا یه چیز فانتزی. همراه ما باشید، ما هر چند مدتی بار یه هوش مصنوعی خفن معرفی میکنیم، تکنیک ها، ابزارهای مختلف. توی ویدیوهای بعدیمون هم قراره سایت معرفی کنیم که از همه مدل ها بتونید رایگان استفاده کنید. پس انگوله ما رو فعال کنید، ما رو ساب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید.